استقلال ایران، نماینده فوتبالمون در قاره کهن، در سال 1990 جام قهرمانی رو مال خود میکنه. شاهین بیانی کاپیتان استقلال میره تا این جام رو در اختیار بگیره، جام قهرمانی باشگاه‌های آسیا در سال 1990. سال روز ستاره دوم 7 مرداد، وقتی که لوگوی استقلال با شکوه در شد. دیوار دفاعی رو تشکیل میدن. حال ارسال یک توپ، یه موقعیت، یک ضربه سر با توی دروازه. حسن زاده مدافع پیشتاخته استقلال. سرمربی استقلال رویایی حالا پیش ما نیست، اما هنوز زنده است. منصور خان، خالق آخرین شب شکوهمند استقلال تو آسیا. محبت کردن مردم، اصلا انتظار همچین صحنه‌ای رو نداشتیم. به هر حال وظیفه ما بود، کاری که من نکردم هرچی بود بچه‌ها بودن زحمت کشیدن. چیزی که باید میرفتیم و میگرفتیم میآوردیم ایران و تقدیم مردم میکردیم. کار بزرگی نبود.